شامگاهی در ره بودم روان، تن روان و دل به فکر آب و نان. من نمیدانم چنان شد یا چنین، پای من لغزید و خوردم بر زمین. رهنورد مهربان سویم دوید، دست او تا زیر بازویم رسید. بیخ گوشم گفت لنگی یا که مست، وارسی کن بین کجاهایت شکست. گفتمش نی می پرستم نی علیل، اوفتادم خود نمیدانم دلیل. یا گنه از کفش یا تقصیر پایی، گیر دستم تا که برخیزم ز جایی. دست من بگرفت و با دست دگر، کیسه ام می جست تا یابد مگر. من به فکر آن که او مرد خداست، او در این سودا که جیبم در کجاست. ای دریغ از فکر خام آدمی، گریه کردم بر مقام آدمی. یادم